در معرکه های اسلامی که برگزار میگردند 2 و یا زیاده خوراک تیار کردن درست است یا نه؟ درست نیست، لیکن چیکار کنیم؟ امروز فاتحه دارین 11-12 خوراک میپزین. کدامت پیش همین کارا گرفتین؟ کدامت پیش همین کارا گرفتین که من نگذاشتم که در خانه من فاتحه شود؟ میدونین نه فاتحه ها در 11-12 خوراک برای زنها میپزند. این اسراف نیست؟ انا این اسراف ها هست که خداوند همون برکات ما و شما را گرفته. امروز تمام مردها ما بیچاره میروند روسیه، 4 سوم کار میکنن میان، اما یک دین رجدین زنش قطعه فاتحه میگذرونن، با رایش میکنن روسیه بره. اینا رحمشون، اینا انصاف زنها. 4 سوم آورد است بیچاره، خودش بیمار است، در وجود خودش استفاده برداشت نمیتونه، رسید است برابر که الکه فلانی را خریدم، فلان جا قرض دارم، فلان چیز گفته، همه هم پولاشو میگیرد، با روانش میکنه رفتم بگیر. خب دوستان عزیز مهربان، اینا شرکت یکای نور محمد میبینیم با ماشین های زمانوی. اینا مردم شتگیان اجدا دارن. در نزدیکی اینجا چایخانه بهترین قرار داره که شما را از مهمان نوازی باور که شما را سیر و پرنور میگردونه. کسانی که در شرکت یکای نور محمد میخواستن رفتن در نمره اکران دیده حتما مراجعت کنید. اینا برادرها همه دوالین انشالله. چی کار کنن؟ تاجیکستان بافش. سلام علیکم. میخواد که سمیوان ارگینال رو دسترس کنید. پس به شما سمیوان ارگینال رو از شفافرما توصیه میکنم برای بزباله کردن در مدت 1 ماه از 9 تا 12 کیلوگرم وزن میتید و همچنین گردش خون زیاد میکنه، به حرکتی را حس نمیکنه و مشت رو بخواد میکند. مرحمت به متخصصای شرکت شفافرما مراجعت کنید و معلومات های بیشتر رو دسترس نمایید. این در دست شما هست، می توانید که شما پیش همین کار گیرین. حکم در دست شماست. نمیکنم فاتحه تمام، نمیکنم 2 خوراک. هیچ انسان شما را امروز ملامت کنه نمیتواند، هیچ کس شما را هم گفته نمیتواند که 2 خوراک بپز یا 3 خوراک بپز. خودتان میکنین. السلام علیکم دامنای عزیز و مهربان. من از شما خواهش دارم که شما همین سوال مرا با پررگی جواب گردونید. من در مکتب میخوانم، نماز پیشین را در 25 کم ماندن میخوانم. همین درست است یا نه؟ با احترام مخلصی دائمی شما هستیم. درست است. اگر شما در 20 کم اگر نماز پیشین خوانید و از پی کارتون شوید، از پی درستون شوید، البته صحیح است، درست است. من یک سوال دارم. آیا زرد میلش هر کی ما را ملامت میکنه کردن گیره، این منبر جای ملامت هست، اینجا جای استراحت نیست. اینجا جای هست که این وقتی من این صحبت میکنم به ضرر چندین نفر آدم است. بعضی آدم ها باور کنین از مزارها آمده شکایت کردن که زیارتچی کم شده است. بر دوست را پیغمبر گفتن ممکن یا ممکن نه. آیا خدا را اعتراف میکرد نمیکرد؟ من وقتی به تاریخ نظر کردم 90% مورخ ها به این رفتگی هستند که زردوشت منجم بود. منجم بود یعنی گویم یگان حکیمی بود. در پیغمبریش هیچ دلیل های وجود ندارد. حتی در همین 4 کتابی که چه انجیل، چه تورات و چه زبور و چه قرآن، در هیچ کدام این نام زردوشت ذکر شدگی نیست. از این خاطر الحمدلله که ما امروز دین داریم، دیگر حاجت نه به دین زردوشت داریم نه به دین نصرانیش داریم. مادام قرآن آمد، پیغمبر ما که آمد، همه دین ها منسوخ شده. و شما یقین دانید که این نصرانی هایی که امروز عبادت دارن، امروز حضرت عیسی را پرستش میکنند، این دین اینا خیلی تحریف شده است. این انجیل خیلی دیگرگونی ها کردگن. انجیل اساسی وجود ندارد. اگر انجیل اساسی وجود می داشت، این قصه هایی که در قرآن آمده است که حضرت عیسی نام پیغمبر ما را اون زمان ها گرفتگی بود، اونا همه اونا باید که در قرآن می آمد یا در انجیل ثبت می شد، لیکن وجود ندارن. همه اونها را دشمن ها گرفتن.
برای من نه حاجت به دین زردشتش داریم نه به دین نصرانیش داریم. این الدین عند الله الاسلام است فقط. خدا خودش میگه دینی که در نزد من قدر دارد، دینی که در نزد من اعتراف دارد، دینی که من صاحبای اونه روز قیامت نجات میتونیم، فقط اسلام است و خلاص. به هیچ نرخ به هیچ منصب دینهاتون نفروشین که این دنیای دو روزه است. فردا پشیمان میشوین، دیگر فایده تان میکنه. امروز بسیاری ها آمده میگویند که برادرها با چند مبلغ دینها دین فروشی میکنن و دیگر میکنن. من انشاءالله باوری دارم این مردم ما هیچگاه به این دین قدم نمیزند، هیچگاه. انشاءالله باوری کامل است. السلام علیکم. داملای شیرین سخن اکای حاجی میرزا. در مسجد ما جوانان عموما در صف اول نمی نشینند، چون که جوانان را موی سفیدان نمی گذارند که در صف اول نشینند. حکمش در نزد خدا چیست؟ پیغمبر خدا در حدیث های مبارک برای احترام موی سفیدها گفتگی ها دارد. ما موی سفیدها را البته احترام میکنیم، به قدر موی سفیدها میرسیم، زیرا روز از روزها شما هم موی سفید میشوید و میخواهید که باید که باز جوانها شما را هم چیکار کند؟ احترام کنند. ما همه وقت باید که احترام موی سفیدها کنیم، احترام همون مادرهای پیرانسال به جا بیاریم. لیکن در مسئله در صف اول ننشستن جوانها اینجا موی سفیدها حقوق ندارند. یعنی وقتی جوان است می آید، وقتی در صف اول در مسجد می نشیند، حتی داملا هم حقوق ندارد که وی از جاش خیزاند یک نفر دیگر در اونجا نشاند. زیرا اونجا جوانی هست که از ساعت 9-10 بیچاره برای که من در صف اول نشینم و صحبت را خوب گوش کنم گفته از راه های دور آمده با یک اخلاص خیلی بلند حاضر می شوند. اگر ما هوای از دستش گرفته و مثال از جاش خیزانیم، آیا در این ما و شما گناهگار میشویم؟ در مسجد هیچ کس حکم کرد. حتی حبیب خدا را بینید، لا تعظیمونی فی بیت ربی، مرا در مسجد الله چیکار نکنید؟ تعظیم نکنید گفتن. از این خاطر کدام جوانی که در صف اولم که باشد، اگر همون موی سفیدی که آمد از پس همون جوانم که نشست هر جای خالی یافت و نشست، انشاءالله در این ثواب میگیرد از اویی که یک جوان از جاش میخیزاند و در جای وی مینشیند. این در حقوق ندارین. من برای کارهای دینی قائم میشوم، پدر و مادرم صد راه من میشود. از کارهای ثوابی که من انجام میدهم پدر و مادر من هم در این کار ثواب شریکن یا نه؟ البته شریکن. اگرچه اونها صد راه تو هم که شوند، لکن تو در مسئله اطاعت الله پدر و مادر هیچ کس اطاعت نمیکنه. اگر وقت پدر و مادر فرزند نگذارد که مسجد رود، نگذارد که نماز خواند، نگذارد که روزه گیرد، اینجا در فرزند حقوق دارد که گوید پدر و مادر من سخن تو را نمیگیرم، من سخن الله را میگیرم. زیرا پیغمبر خدا گفتگی هستند که در گناهگار شدن نزد پروردگار سخنی کسی نباشد، بنده نباشد و یا رد کنید گفتند. لیکن البته مادامی که اونها سبب به دنیا آمدن تو شیدگی که هستند، در ثوابهای تو البته شریکند. در حقشان دعا کن که خداوند اونها را مثل تو توفیق نصیب کند. درباره منافق کمی صحبت میکردید. با احترام مخلصان شما از شهر دوشنبه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. پیغمبر خدا گفت اگر در کدام از امت من 4 خصلت وجود داشته باشد، 4 فعل وجود داشته باشد، وی منافق تازه منافق است، بسیار تازه منافق است. این کدام عمل ها باشد؟ اذا اؤتمن خان، هر وقتایی که اگر امانت گذاری پیشش خیانت میکند. خواه از مال دنیا باشد، خان از یک برادر میرویم ما یک سیر دل ما نمیگوییم،
میگیم برادر همین نزد تو امانت، اگر همون سیر دلی تو را رفته و آشکار کرد اینم علامت منافقی هست. یا اینکه اگر در پیش او یک بار میمانی، یک مال میمانی و میگویی که من یک روز بعد یا یک ماه بعد از این مال خود خبرگیری میکنم، تا آمدن تو اگر در مال تو خیانت کرد، از مال تو چیزی گرفت، اینم علامت منافقی است. و اذا حدث کذب. دوم پیغمبر خدا گفت کدام انسانی که از امت من اگر دروغگو باشد و یا منافق است. دروغگو اینم منافق است. و اذا عاهد غدر. وقتی اگر عهد و پیمان میکند در عهد و پیمانش وفا نمیکند. هر وقتی که وعده میکند در وعدهش خلاف میکند. اینم نشانه منافقی هست. و اذا خاصم فجر. آخر در حضرت گفتن کسی که اگر از امت من جنگ میکند و دشنام میدهد اینم علامت منافقی هست. یک روز ما بین عصر شام در مسجد ما موعظه ها داریم، در باب همین منافق ما کمی صحبت کرده بودیم، حتی گویم بعض عصبانی هم شدیم، گفتیم قریب امروز 90% امت پیغمبر قریب منافق است، چه از حساب دروغ گفتنشان، چه از حساب امانت خیانت کردنشان، چه از حسابی که وعده را وفا نمیکنند، چه از حساب دشنامهایی که میدهند. لیکن یقین دانید که منافق خداوند در قرآن خبر میدهد که در پسترین آتش دوزخ است. هر یک طبقه که در دوزخ وجود دارد بالای و عذابش کمتر است، تا چند اگر پایان رفتن که گرفت همون قدر عذابش وزنین می شود. پیغمبر خدا را پرسیدن آسان ترین عذاب دوزخ کدام عذاب است؟ آسان ترینش. پیغمبر خدا گفتند همان مرد گناهگار را میارند و در پیش او یک پای افضال آتشین میگذارند و میگویم پایها تا در همون پای افضال داخل کن. وقتی این آدم گناهگار پایهاش که در پای افضال که میدازد، با مجرد همون پایها در پای افضال جای گرفتن میگوید همون مینه سرش میجوشد. این عادی ترین گفته است، سبک ترین عذاب دوزخ است. تصور کنید که منافق در پسترین است، چند قدر عذاب دارد. در کدام انسانی که اگر همین علامت ها باشد، این یکی از علامت های منافقی هست، این باید که ترک سازد. سلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما یک گروه مخلصان شما از شما خواهش داریم که درباره ملاهایی که ایمان مستحکم ندارند و ما در شهر دوشنبه داملای داریم که از مردن میترسد و امر معروف نمیکند. اگر شما در این موضوع یک ثبت کسیتوی میکردید بسیار خوب میشد. پیغمبر خدا میگوید صلی الله علیه و سلم انما انا والله یهدی انما انا قاسم والله یعطی. پیغمبر خدا میگوید ما با این قدر شرفی که دارم، با این حبیبی که در نزد الله دارم، وظیفه من تبلیغ است، وظیفه من دعوت است به سوی بندگان خدا. باید بندگان خدا را من دعوت کنم به سوی یگانگی الله، به سوی عبادت پروردگار. این وظیفه من است گفت و وظیفه تمام امت من انا همین است که باید که امتان من چی باشند؟ مبلغ باشند، تبلیغچی باشند. از این خاطر هر نفری که امروز بگویم به حیث ملا و به حیث ایشان و به حیث شیخ و به حیث پیرزاده و دیگر که امروز شناخته می شوند، اگر اونها در همین خیل شرایطی که الحال ما زندگی داریم اگر سکوت اختیار کنند، باور کنید خیانتی در اسلام کردگی هستند. امروز روز خدمت است. امروز باید که حقیقت در بین مردم باید که ما و شما خبر، هر یک انسانی که مسئول است، هر انسانی که امروز در اطراف دسترخوان او را بالانشین میکنند، باید که البته به البته حق در نزد مردم خبر دهد. زیرا خداوند به ما و شما چی میگه؟ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر.
و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید که در بین شما گروه‌های باشد که مردم را تبلیغ کنند، مردم را امر معروف و نهی منکر کنند. هر کسی که امر معروف میکند، هر کسی که نهی منکر میکند، خداوند میگه اولئک هم المفلحون، اونها نجات یافته هستند در نزد الله. آیا نمیخوای که نجات بیابی؟ آیا نمیخوای در بهترین قصرهای جنت خدا را جا کند؟ به سبب چی؟ به سببی که تو در دنیا آن پیروای خودت، آن مخلصای خودت دعوتی به سوی اسلام میکنی. افسوس البته امروزها بسیار وجود دارد. بعضی روز یک برادر ما از راه دور آمده بود، دیگر ریان و شهرش نام نمیگیرم، گو معرکه های خیلی زیاد میکنیم لیکن تماما امر معروف وجود ندارد. میآیند ایشان زاده ها، میآیند شیخ زاده ها من میآیند، می نشینند، از خوراک استفاده میبرند، از مال و ملک خاندار استفاده میبرند، لیکن صحبت تماما وجود ندارد. حبیب خدا چی میگوید؟ ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. حدیث صحیح است. پیغمبر خدا میگوید اگر در کدام خانه ای که توی باشد، در کدام خانه ای که خیر احسان باشد، اگر مردم دعوت کردند، تمام اونها آمدند، در اطراف دسترخوان نشستند، فقط از طعام خوردند و از خدا و پیغمبر صحبت نکردند، الا قام عن مثل جیفة الحمار. حبیب خدا چی یک تشبیه وزنین دادند؟ گفتند اون کسانی که این طعام خوردن و با خاموشی خسته رفتند، اینها طعام نخوردند بلکه از پوست و گوشت و نجاست خر استفاده بردند. در اطراف دسترخوان معرکه کلان، تمامی کسانی شناخته شده حضور دارند، لیکن مجلس خفت آرام، هیچ صحبتی از الله نمی شود، هیچ صحبت امر معروف نهی منکر نیست. حبیب خدا گفتن شما اینقدر طعام نخوردید بلکه شما از نزد همین گونه حیوان خسته و رهسپار شدید. از این خاطر باید از مردن کجا میترسی؟ مردن خودش ساعت دارد، خواهی نخواهی میمری، چی داملا باشی چی آدم عادی باشی. کل نفس ذائقة الموت است. همه شما البته گفتن لذت مرگ میچشین، خواه امروز از خواه فردا هست، البته لذت مرگ میچشین. از مرگ هیچ کس گریخته نمیتواند. صوفی الله را خدا رحمت کند، اون صوفی بدن ویم، صوفی هست، شیخ هست و حضرت میگه بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که در نزد پروردگار اجر دارد این امر معروف و نهی منکر است. خداوند به ما و شما حتی چی میگه؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستین. به چی خاطر؟ به خاطر آنکه شما امر معروف و نهی منکر دارید. از این خاطر شما در بین تمام این امتهای گذشته بهترین امت هستید. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. مرا یزنم کر است و بسیار آدم خوب و ساده‌خیل است. خواهرم با او 1 سال شد زندگی دارد، الحال میخواهد که از او جدا شود. سببش فقط از حساب کر بودن یزنم هست. آیا در این موضوع شما چی گفتنی دارید؟ یعنی البته جدا شدن این خواهر از این مردی که در این کسلی ناشنیدنی مبتلا هست، اگر با این خاطر از این بنده خدا جدا شود در نزد خدا گناهکار می شود. هیچگاه پیغمبر خدا می گوید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است لیکن بدترین حلال ها به حساب می رود. اگر مبادای همین برادری که به ما خط نویسانده است، اگر خواهری تو کر باشد و این مرد شنوا باشد، اگر خواهری تو را طلاق کنه چی حال می شود؟ چه حالت می شود؟ از این خاطر شما وارثاش هستین، پدر و مادرش وارثاش هستند.
گویند که کر این یک درد الله است و قدرت دارد که خواهر تو را مثال کر کند، کور کند یا یگان بیماری دیگر را مبتلا کند. به این خاطر نکاح البته وای میگوید، بیمار میگوید که الحمدلله خوبم. من چی میگویم؟ من میگویم که خدا را شکر. دوم میپرسم غذا چی میخوری؟ چی طعام میخوری؟ البته میگوید که خیلی شربت میخورم. میگویم که نوش جانت شود. سوم سوالش میکنم که یگان طبیب یگان نسخه نویسان، این یگان معالجت کرد؟ البته این بیمار میگوید که مثال فلانی حکیم مرا طبابت کرد. من میگویم که پای قدمش به خانه تو مبارک باد. این جمله ها را این آدم کر میگوید تیار کرد و بعد خانه بیمار رفت. آدم بیمار همه وقت عصبانی میشود. بیمار چند سال خواب آمد و پرسید، همسایه گفت حالا چی خیل است؟ گفت حالم بسیار بد است، قریب است که میمرم. این کر نشنید، گفت خدا را شکر. گفت از غذا چی میخوری؟ دیگری بیمار چند سال چیزی نخوردگی گفت خاک خوردم، گفت زهر خوردم، گفت نوشی جانت شود. کر هم تا جواب گفتن نمیشنود اون بیچاره صدای وی. گفت از حکیم از دکترها کسی ترا آمده معالجه کرد؟ یگان داروی نویساد؟ گفت کی می آید خانه من؟ گفت بجز عزرائیل کسی نمیاد. گفت خیلی قدمش مبارک باد. این کرها چقدر ساده می شود. از این خاطر این یزنه کر یافتن هم این خودش یک دولت است، هیچی گپ ندارد. گیر یزنه داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم. به نزدیکی من به شوهرم جنجال کردم از حسابی که شوهرم دولتدار است و بیگاهی ها مست می آید. من به وکیل و داملای محله مراجعت کردم که او را نصیحت کنند. آنها مرا سرزنش کردند و عیبم را به گردن من گذاشتند و نان و آب را خوردند و رفتند. من بسیار کسیته های شما را گوش میکنم و به خلاصه آمدم که شما این قضیه را حکم کنید، زیرا شما حقیقت را میگویید. به خدا قسم فقط شوهرم گناهکار است از حساب پول و مالش. این خواهر کدام خواهری باشد به ما مکتوب نویساندند که جنجال عائلوی شده است و در این جنجال خواست است که این جنجال البته حل کند. این شوهری که مست می آید، مالدار است، دولتدار است، خواست است وکیل دعوت کردند، داملای محلشون دعوت کردند که این جنجال یعنی به فایده اسلام حل کنند و این مرد تربیه کنند. ای نامعلوم که این داملا یا که این وکیل به خاطر البته مال و ملک وی حکمی درست ندادند و این خواهر البته سرزنش کردند. زیرا در آخر میگوید به خدا قسم عیب شوهرم هست. اگر به خدا قسم خورده باشد اینجا کفارت واجب می شود. اگر صحیح گفته باشد کفارت واجب نمی شود. لیکن از روی همین قسمش اگر راست گفته باشد، البته این داملا یا این وکیلی که از حساب مال و ملک او اگر استفاده برده باشند و حکم نادرست در بین آنها جاری کرده باشند، اینا هم از جمله ظالمان به حساب می روند. زیرا پیغمبر خدا هم در حدیث های صحیح می آید که من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامة بلجام من نار. اگر کدام عالم را یک مسئله را سوال میکنند و این مسئله را صحیح جواب نمیگوید بلکه پوشیده جواب میگوید یا اینکه خاطر میبیند و جواب میگوید، پیغمبر خدا گفت این گونه عالم ها را پروردگار روز قیامت با لجام های آتشین بسته میگرداند. برای من هر کسی که اگر در این گونه قضیه ها اشتراک میکند، اگر دارد علم و سواد حکم کند،
ندارد، از همه بهترینش همین است که گوید که من نمیفهمم یا من سواد ای را ندارم یا فلانی را دعوت کنید، با این حال البته جانش خلاص کند. این برای او فایده آور است. که بسیار از این گونه انسان‌هایی که البته از حساب مالداری و دولتداریشان، چه زن باشد چه همسایه ها باشد، خیلی آزار میدهند. و بسیار انسان‌های را ما هم میدانیم امروز که حتی که برای خاطر دولتدار بدن او، باور کن با او داملا هست، ایشان از شیخ است، با او یک صحبت‌های میکنند، چی صحبت‌های بی‌معنی میکنند، یکدیگر را در آغوش میگیرند، با یکدیگر چی دستزنی ها دارند، حالان که وی تماما بیچاره در بالای جای نماز برآمدگی نماز خواندگی نیست، فقط پول دارد، مال دارد، منصب دارد. به او خاطر همانها را چیکار کردن؟ از دنبه اونها دویده و از برای 4 سومی اونها شده دین آیینش فروخته گشته است. یک قصه در همون انیس الجلیس می آید، بسیار قصه عبرتگیری هست. میگوید یک مرد با دولت یک همسایه فقیر داشت. روز میگوید این فقیر گاوی داشت، گوساله زایید. این آدم با دولت درکدار شد که گاوی همسایه‌اش، گاوی این آدم فقیر گوساله کرده است. در او قاضی همون زمانه هم کدام پارخری بده است. این دولتدار میگد به همون قاضی مراجعت کرد که یا حکم برار که همین گویا که همین گوساله از اسب من زاییده شده است. این بای اسب داشته است، گفته است اکنون قاضی یک کاری میکنی، این مال و ملک چندی میگیری گرفتن بگیر، لیکن حکم کن که همین گوساله که در خانه می کم بغل پیدا شده است از اسب من است. قاضی فریاد میکند فقیر و آدم دولتدار، مرافعه سودی را تشکیل میکنند، میگوید که همین گوساله تو از اسب انا همین است. این فقیر میگوید چگونه آخر؟ دلیل ها در کجاست؟ میگوید چشم های گوساله رنگ چشم های اسب است. و بین میگوید گوساله تو هم 4 پا دارد، اسب هم 4 پا دارد. بیچاره آدم فقیر کسی به دادش نمیرسد، حکم میکنن گوساله را میدین آدم دولت داره. این آدم فقیر خیلی ناراحت میشود، همون سود عالی دا می نویسد بالاتر. میگه شاید در اونجا یگان آدمی با عدالتی وجود داشته باشد. مکتوب شد آدمی سود عالی میگیرد، میخواند، در تعجب میافتد. آدم عادل بوده است، آدم خدا ترس بوده است. در او فریاد میکند آدم این فقیر و آدم دولتدار در مرافعه سودی. بعداً چیکار میکند؟ یک کمی می نشینند و آدم دولتدار منتظر است که کنی این سود عالی چی میگوید. این سود عالی که آدم مسلمان بود، آدمی با توفیق از خدا ترس که بود، از جاش میخیزد و میگوید من 3 روز بعد حکم میکنم. این دولتدار میپرسد برای چی 3 روز بعد حکم میکنی؟ برای میگوید که کسل حیض شدم. این مرد است سود. این دولتدار میگوید عجیب، نخواه که مردم حیض شود. میگوید من منتظر انا همین جمله بدم، نخواد که اسب گوساله زاید. اسب گوساله زاید عجیب نیو، لیکن مرد اگر حیضید عجیب است. ها گفتن این همون دولتدار میگد با یک جمله میگد متهم کردن و گوساله هم بیچاره را گرفته در صاحبش دادن. اینجا یک شعر نویساندن، ما شعر تحلیل نمیکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم استاد عزیز حاجی میرزا. مرده 100 ساله در تابوت هجران بوی گرفت، مرده شوی می بایدش زنده در گورش کند. این چی معنی داشته باشد استاد عزیز؟ اینا اگر شاید این فکری منم غلط باشد، لیکن مرده 100 ساله در تابوت هجران بوی گرفت،
ما مرده کسی را میشماریم که پیغمبر خدا میگوید مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. کسی که اگر در یاد الله است، کسی که اگر در دین اسلام است، کسی که مسلمان است وی زنده است. کسی که اگر ذکر نمی کند، کسی از یاد خدا غافل است وی در قطار مرده ها است. شاید این مرده 100 ساله همون انسان باشد که در عمرش خدا را عبادت کردگی نیست و این تابوت همین دنیا باشد. یعنی این یک مرده هست که در همین دنیا زندگی دارد، مرده شوی می بایدش تا زنده در گورش کند. کنی یک عالم در کار میگد که این تبلیغ کند، این هدایت کند، این راست کند و بعد برده در گور جاش کند. ممکن هم تا معنی داشته باشد.